بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام خدا به وجود نازنین حضرت ام ابیها، بانوی دو سرا، زهره ازهر، زهرای اطهر، ام النجبا، شفیعه روز جزا، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. و سلام به همه شما عاشقان و شیعیان و محبین حضرت صدیقه طاهره، پدر، همسر و فرزندانشون. الهی که خوب باشین. خیلی خیلی خوش اومدید. ممنونم که انتخاب شما شبکه قرآن و یاد خداست. خدا کنه اینجا به شما خوش بگذره. امید دارم این اتفاق بیفته، چون هم محضر امامزاده واجب و تعظیم امامزاده ابراهیم و امامزاده محمد علیهم السلام در شهر مقدس قم هستیم و محضر آقای کفیل عزیز و نازنین. این ششمین و آخرین برنامه هست که خدمت ایشون هستیم با موضوع محوری حضرت صدیقه طاهره. بریم و برگردیم میگم قراره چه بکنیم و در این آخرین برنامه قرار هست چی بشنویم. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خیلی ممنونم که همراهی میکنید برنامه خودتون رو. با اجازه شما سلام خیر مقدم عرض بکنم خدمت آقای کفیل. سلام و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. خوشحالیم از زیارتتون. قبول بشه. سلام علیکم و رحمت الله و سلام خدمت تمامی این امامزادگان عظیم الشأن. حقیقتا تعبیر زیبایی داشتن آیت الله جوادی. یک موقعی در کنار یک از این مضاجع شریف میفرمودن دین ما را همین امامزادگان حفظ کردن. انصافاً وجودهای با عظمتی هستند و حیف گاهی غفلت میکنیم، بهره نمیبریم. من الان یه لحظه به ذهنم رسید، یه موقع کسی حرف خوبی میزد، میگفت این بزرگواران چون تو اون عالم جایگاه دارند، امامزادگان خوبان عالم، هر چه انسان باشون انس بگیره اونجا براش جبران میکنن. یعنی اینجا به جای خود، مثلا عزیز بزرگواری که سعی میکنه پیوسته بیاد کنار قبر کریمی اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها و اون برکاتی که در قبر حضرت زهرا بوده فرمودن در اینجا قرار دادیم. یا امامزادگان عزیزی که در قم، در شیراز، در شهرهای متعددی هستند، واقعا سراغ این حرم ها بریم. اینا خوبانی بودن. فقط همین نیست که الان یه حاجتی رو بگیم، یه جوابی بگیریم یا نگرفتیم یا متوجه نشدیم. نه، همین زیارت، همین تردده، همین سلامی که میدیم، همین فاتحه‌ای که میخوانیم یه پیوند ایجاد میکنه. اونجا تو عالم برزخ به دادمون میرسه، تو عالم قیامت به دادمون میرسه انشاءالله. و سعی کنیم اصلا این جاهای مقدس رو، گلزار شهدا رو خانه خودمون قرار بدیم، گاهی پایگاه خودمون قرار بدیم. بیشتر بریم حرم، بیشتر بریم زیارت، بیشتر بریم گلزار شهدا. یه تعبیر زیبای آیت الله جوادی باز داشتن، شون می‌فرمودن سالها باید بگذره بفهمیم گلزار شهدا کجاست. یعنی عملاً واقعاً انسان اگر میدانست پیوندش زیاد بود، انسش زیاد بود، خودش سود میبرد. آره، مثلا یه فضایی داره که آدم وقتی اونجا قرار میگیره کاملا اون نورانیت، اون زلالیت، اون معنویت، اون از یه جنس دیگه ای بودنه رو احساس میکنه. تک سلولار هر کسی که تو این مکان ها قرار میگیره انشالله بیشتر از پیش توفیق حضور برای هممون انشالله. اینجا واقعا سلام و درود خوب شد حالا بر مادران شهدا. واقعا ما شرمنده شدیم بر پدران شهدا، همسرانشون، فرزندانشون، بر جانبازای عزیزمون. انصافا واقعا توی روزه های فاطمیه خیلی باید میناتا کنیم. جانبازان عزیزی که گاهی آدم تو آسایشگاه میبینه. من یادم یه آسایشگاه، حالا عذر میخوام دیگه دلمون رفت، بفهم. من توی که از این آسایشگاه های موقعی بالا سر یه جانبازی خیلی خیلی خدا رو شکر میکرد، خیلی خدا رو شکر میکرد.
جانباز قطع نخاعی که به تعبیری بیش از 30 سال مگسش هم نمیتونست بزنه. خب اینا واقعا برای کی بوده؟ ما یک روز خوابیده باشیم چی میگیم؟ یعنی عملا بالای 30 الان که دیگه سالها بیشتر. یک نوجوانی رو یه موقعی تو فرودگاه دیدم، ایشون میگفت که من پدرم روانیه، گاهی حالش بد میشه شروع میکنه منو زدن. من شروع کردم دلداری دادن، بعد ایشون مؤدبانه مقدار حرفامو گوش داد، دانشجوی عزیزی بود. بعد دوباره من ناراحتیم این نیست که میزنه، وقتی کمی آرام میشه میفته رو پام شروع میکنه عذرخواهی کردن. بعدیشون میگفت من خیلی دوست دارم از خونه برم بیرون، این اتفاق نیفته. مادر مانعه، میگه اجازه بده پدر الان همین عذرخواهی که میکنه آرام میشه، اذیت نمیشه. خب ما انصافا روزه میریم، مجلس میریم، آزادگانمون، بچهای جبهه و جنگ، انصافا اگه این علم ها الان بلنده، یه عده‌ای تو شلمچه و طلایه رز میدن، جبهه رفتند، یه عده‌ای سختی کشیدن تو دنیا، مدیونیم به همشون دعا کنیم، به فرزندانشون، به خانواده هاشون. انشالله واقعا تک تکمون هممون مدیون جانفشانی هاشون هستیم، مدیون مادر شهدا هستیم، پدران، خانواده، ولی مدیون اونقدری که مدیون این مادر شهیدی هستیم که این چندمین روزی که داریم دربارش صحبت میکنیم مثلا قابل بحث نیست. این مادر شهیدی که سلام الله علیها، اینا همه عظمتشون این بود که فاطمیه رو فهمیدن. آره، فاطمیه رو فهمیدن، فاطمی زندگی کردن و منشأ نور از همون مادر شهید اولی است، اولین شهیده راه ولایت، مادر 10 شهید از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری و شهدای فرزندانشون تا به حالا، از حیث این که پیامبر فرمودن انا و علیان ابوا هذه الامه، حضرت زهرا مادر همه شهدا هستن تا به حال. به تعبیر واضح در حضرت زهرا صاحب کتاب بودن. حضرت زهرا هم محدثن هم محدثه. حضرت زهرا اینو تبیین بفرمایید. هم در شکم مادر با مادر سخن میگفتن، محدثه بودن، سخن میگفتن. خدیجه زجرها و بلاها داشت. آرامش قلب خدیجه و وجود حضرت خدیجه صدیقه اکبر. یعنی عملا خب بعدش هم بعد از رحلت نبی خاتم سلام الله علیه محدثه بودند و بر حضرت زهرا کتابی به تعبیری هر آنچه در عالم میگذرد تا قیامت وارد شده. همون جلسه قبل که از جبرائیل رشته وحی یاد کردیم من یادم این موضوع هم افتادم. یعنی و حضرت بر تمام موضوعات عالم سوختند. یعنی عملاً بر این بانوی عالمیان آنچه در عالم اتفاق میفته، تمام اتفاقات عالم. و جالبه بعد از مدتها امام صادق علیه السلام روزی کتاب مادرشون رو مطالعه میکردن. صدیر سیروفی میگه وارد خانه امام صادق شدم، دیدم عین مادر بچه مرده دارن گریه میکنن. به امام گفتم چه شده این گونه گریه میکنید؟ فرمودن امروز صبح کتاب مادرم زهرای مرضیه رو میدیدم، چون این کتاب دست حضرت بوده، بعد به وجود نورانی امامان امیرالمومنین امام حسن امام حسین همینجوری دست امامان بوده، الان هم دست حضرت حجته. امروز صبح کتاب رو میدیدم، دیدم آنچه میگذرد بر شیعیان در دوران غیبت فرزندم مهدی این منو مصیبت زده کرد. الله. حالا شما تصور کنید وجود نورانی امام صادق در کتاب مادرشون قسمتی رو به تعبیر اون روز مطالعه کردن. اینطور چه گذشته بر زهرای مرضیه. انصافا تمام مسائل عالم، تمام موضوعات عالم
اینی که میگیم این بانو انصافاً بی‌نظیر، نمیدونیم چی باید بگیم. حقیقتاً عجیبه. سلام الله علیها، سلام الله علیها. و این خانواده شهدا انصافاً اگه صبری هم دارن، اگه استقامتی هم دارن، اگه قوتی هم دارن، همه از نور حضرت زهراست. سایه‌شون انشاءالله مستدام باشه به سر ما. مدیونشون هستیم، چشم و چراغ ما هستن و انشاءالله که دعاشون پدر و مادر شهدای عزیزمون شامل حال ما بشه، ما ملحق بشیم به فرزندان اونها. خوشا به حالشون، حقیقتا واقعا خوشا به حال خانواده ایثارگران، خوشا به حالشون. خب یه سلام و درود و صلوات هدیه بکنیم به روح مطهر همه شهدای عزیزمون از صدر اسلام تا الان شهدای انقلاب تا حالا، و دعا میکنیم برای سلامتی جانبازانمون و خانواده شهدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب ما توی این نیمه دوم ششمین و آخرین برنامه که خدمت شما هستیم، عرض بکنم ما توی این چند برنامه گذشته اهمیت موضوع حاکمیت دین الهی رو متوجه شدیم و دریافتیم که باید در اون مسیر حرکت بکنیم، سرعت بگیریم و استقامت داشته باشیم و اهل استقامت باشیم، و اگر اهل استقامت باشیم امدادهای غیبی و اینها هم در واقع شامل حال ما خواهد شد. منتها در این مسیر طبیعیه که موانعی هست، سدهایی وجود داره که نمیگذاره ما عبور کنیم. اون سدها، اون موانع که جلوی مسیر ما رو گرفته چیان آجا تو این فرصت باقی مونده؟ بفهم. ببینید من یه نکته تکمله بحثم باشه و بعد خیلی مختصر مانعی رو اشاره کنم. ببینید ما اهمیت موضوع رو باید، جلسه اول ما با اهمیت شروع کردیم. همینطور. اهمیت حاکمیت دین. وقتی بیشترین ثواب برای یاران دینه. وقتی روایت به موسی گفتن، خداوند متعال به موسی سلام الله علیه گفت یه نفر رو هدایت کنی از 100 سال عبادت با فضیلت داره، دغدغه پیدا میکنیم. وقتی شما نگاه کنید اگر یه بچه گم شده باشه پیداش کنیم، به خانه برش گردونیم، این پدر و مادر تا آخر عمر دعامون میکنن. ما اگر سبب بشیم یک نفری که با اهل بیت فاصله گرفته این به خانه برگرده، این هیئتی بشه، این مسجدی بشه، این نمازخون بشه، این با حجاب بشه، نمیدونم، امام زمان تا آخر به ما دعا میکنن. یعنی همه این عالم فرزندان، حالا نگم عالم، تمام امت فرزندان امامن. ما اگر سبب بشیم احیاء دین کمک کننده به این موضوعه. یعنی عملا فرد بیش از آن که دغدغش دین خودش باشه، دین جامعه است، دین دوستانه، دین همسایه است. فقط نمیگه خدا رو شکر من فاطمیه همش رو روزه رفتم، من همش مجلس رفتم، خدا رو شکر روزی 5 تا روزه رفتم. فاطمیه دوم تمام شد میگه تو این 20 روز من چند نفر رو فاطمی کردم. اشارمون این بود به سمت جامعه بریم، به سمت مغازه‌دار بریم، به سمت دانش آموز بریم. من بارها به دوستان طلبه گفتم فقط منتظر نباشیم جای ما رو دعوت کنن بریم. گاهی خودمون باید در بزنیم بریم، گاهی خودمون وارد مدرسه بشیم، گاهی خودمون وارد گفتگویی بشیم. چرا ما شروع نکنیم؟ عملاً کی رخ میده؟ وقتی اجر و ثواب و جایگاه رو بدانم، وقتی برکتش رو بدانم، تا آثار بسیار زیادی که داره. مانع جدی خودگرا بودنه. 2 حرف باید تو زندگیمون حذف بشه: من، شأن من، موقعیت من، چه سودی برا من داره، چی گیرم میاد. میگم همه اینا هستا ولی گاهی محسوس نیست. من وقتی سرگرم خودم هستم، به تعبیری علقه به دنیا دارم، حب به دنیا، دوستش دارم دنیا. وقتی فرمودن حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا، من دوست دارم راحت زندگی کنم، دوست دارم خوراکم جور باشه، دوست دارم زندگیم تو رفاه باشه. این من هست بشه. انسان خودگرا. ما گاهی میگیم غربی‌ها اومانیسم محورن، غربی‌ها دنبال خودن. میگیم تمام اسمای غرب از اومانیسم گرفته شده، از خودگرایی گرفته شده، از انسان محوری گرفته شده. همه اینا درست.
اما گاهی ما خودگرای دینی شدیم. ما تو تمدنمون تمدن خودگرایی آمده، رومون اثر گذاشته، متدینیم، اما در دین درگیر دین که هستیم؟ دین خودم. دین خودم بماند، مسجد خودم. من بارها به این دانشجویان عزیز میگم دانشجویان بزرگوار، گاهی درگیرید خودتون متدین باشید، خودتون گناه نکنید. بعدم محاسبه که شب میکنی میگی خدا رو شکر، الحمدلله امروز به نامحرم نگاه نکردم، امروز نمازم اول وقت خوندم، امروز مسجد رفتم، امروز خدا رو شکر این کار خوبه کردم، خدا رو شکر این گناه رو نکردم. اما این مکتب اهل بیت نیست. اهل بیت دغدغه‌شون این بوده جامعه توحیدی بشه. اهل بیت دغدغه‌شون این بوده لیقوم الناس بالقسط، بسترسازی کنن، مردم بپاخیزند. اگر با این نگاه این کی حاصل میشه؟ گاهی لازمش هجرت میشه. بله من قم باشم هر روز میرم کنار کریمه اهل بیت کیف میکنم، میرم مسجد مقدس جمکران نماز میخونم، لذت میبرم. اما وقتی از قم جدا شدم دیگه شاید اون لذت نباشه. اون حرمه نیست. اما وظیفم چیه؟ پیامبر خاتم از کنار خانه خدا بهترین جایگاه عالم هستی جدا شدن. پیامبر از منطقه‌ای که براشون وحی نازل میشد، از موطنشون، از جایگاهشون، از محل تولدشون، از عشیرشون، حالا اینا همه به کنار از خانه خدا. یا رسول الله کجا دارید میرید؟ میرم تو شهر کف، میرم تو مدینه، اون موقع که مسجد النبی نبوده، الان مدینه یه قداستی داره. میرم تو شهری که اوس و خزرج 40 سال دارن با هم میجنگن. پیامبر چی کار کردن؟ از خانه خدا جدا شدن، به خدا رسیدن، بنای خدا رو تو مدینه گذاشتن. این اتفاق باید رخ بده. گاهی یه فردی، من یه طلبه‌ای برام جالب بود، حالا با این خاطره تمام کنم. ایشون میگه من تو حوزه متوجه شدم تو چین مسلمانانی هستن اینا نیاز به دین دارن، مسلمان بالاخره معارف دین رو میخواد. ایشون میگه من زحمت کشیدم به تعبیر زبان چینی یاد گرفتم، حالا یاد گرفتم پول ندارم برم چین. ایشون میگه خانومم طلاهاشو فروخت، پدرم هم کمکی کرد، بلیط گرفتم رفتم چین. رفتم اونجا متوجه شدم تبلیغ دین اصلا ممنوعه. هیچ دینی، حتی اهل کتاب هم نمیتونن تبلیغ کنن به تعبیر ایشون، من خودم خبر ندارم. ایشون میگه من دیدم چینی‌ها به زبان فارسی علاقه دارن، الان یه مؤسسه آموزش زبان فارسی توی کشورهای چین را انداختم، به بهانه آموزش زبان فارسی دارم تعلیم اسلام میدم. ببینید این فرد تو قومیمون راحت زندگیشو میکرد. اما میگه الان علم دین باید بالا بره. الان پس فردا این ملت چین از من سوال کردن، من یه موقعی خودم گریه شدید حاج آقای قرائتی رو دیدم، اینو با چشمان خودم. واجا گفتم حاج آقا چطور اینجوری دارید گریه میکنید؟ نه حرمه نه. گفتن الان یه لحظه دارم پیش خودم، اگر روز قیامت به من بگن قرائتی چرا چینی یاد نگرفتی بری تبلیغ دین بکنی، چی بگم؟ عجب. حالا من 10 کتاب نوشتم، 30-40 سال تلویزیون بودم، چقدر از این شهر به اون شهر رفتم، بهم بگن تو رسالتت این بود، تو رسالتت این بود بری تو آفریقا خانه به خانه جامعه رو مسلمان کنی، موحد کنی. واقعا این مسیر ته نداره. نه هر جا باشی، تو هر سطحی، تو هر باز، بله، مسیر راه هموار و این طریقش کیه؟ کی من میتونم علمدار دین باشم تو آفریقا، تو اروپا. اروپا هم ظاهرش سفرش خوبه، یعنی عملا یه کسی برای 4 روز بره اروپا برگرده شاید، حالا ولی بخوای بری زندگی کنی به سختی‌های خودشو داره، زحمت‌های خودشو. بله. یعنی عملا صدیقه اطهر آمده گام برداشته، حرکت کرده به یک دلیل، دین بماند. با خودمون مقابله کنیم، با موانع مقابله کنیم،
علقه ها رو آدم کنار بگذاره، به هیچی نباید تعلق داشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. وقتی آدم خدایی شد عالم در اختیارش میشه، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. وقتی از خدا برگشت عالم ازش برمیگرده. آقای بهاءالدین عبارت قشنگی دارن، میگن موحد بشید، حرکت توحیدی بکنید، تو خیابون راه میرید تمام موجودات باتون عشق بازی میکنن، ولی وقتی فاصله گرفتی همه از تو بدشون. آره، یعنی ما هم جزئی از طبیعتیم. وقتی از طبیعت خدا داریم میریم یه جای بکر و طبیعی و لذتش میبریم، اگه ما همراه باشیم اونها هم از ما لذت میبرن. ولی واقعا همین دو حرفی که گفتین از لحظه اول که فرمودی ذهن من رو درگیری کرده، تو حروف الفبام پشت همن، میم و نون وقتی به هم میچسبه میشه من. واقعا میگن راه رسیدن به خدا دو قدمه، یه قدم اول بذاری رو خودت، قدم دوم پیش خدا. همه چیز همینجاست. اینو اگه موفق بشه کسی منیت رو ببوسه بذاره کنار، حالا تا اگه نبوسیده بذاره کنار، شغلنی ان مسئلته لذت و خدمته. آره دیگه همه چی تمومه. انشالله به مدد از زهرا تبیین شما و مثل شما. خیلی حظ بردم. اجرتون با خود بیبی. دارید سلامت باشید. اوامری ندارین؟ توفیق ما بود انشالله باشید استفاده کرد. فقط گوینده نباشم عمل کنیم و جدا بشه جامعه رو یار باشیم، دوست باشیم، انشالله برای دین قدم برداریم و شاکر حاکمیت دین تو کشورمون باشیم و شکر نعمت به اینه که برای رشد نعمت قدم برداریم انشالله. فرمایشات آقای کفیل ضمنی که ازشون تشکر میکنم بابت این 6 روز و 6 برنامه‌ای که بهشون زحمت دادیم، اما این فرازهای پایانی فرمایشاتشون راجع به منیت و خودگرا بودن که مانعی است برای رسیدن به اون مقصد و مقصود مقدس نهایی که حاکمیت دین الهی در جامعه هست، در دنیا. من یاد این فرمایش از زهرا انداخت. اینو حسن ختام قرار بدم با شما خداحافظی بکنم. بیبی دو عالم فرمودند خداوند نماز را بر انسان واجب کرد که او را از تکبر و خودبینی دور کند. التماس دعا یا زهرا. خداحافظ.